آیفون 15 پرو مکس میشکنه، ضعف بدنه داره و این حرفا. یه عکسی که این روزا خیلی داره دست به دست میشه که آیفون میشکنه و خیلی ها ندیدن ویدیو رو، نمیدونن اصلا قصه چیه و مثلا طرف تو توییتر دیده، کلی آدم راجبش صحبت کردن و این بر اساس شنیده هاش میاد یه نظر اضافه هم میده بهش که کلن کم کم کار میرسه به این نقطه‌ای که الان هستیم که نظرها و حرفایی که میزنن اصلا هیچ ربطی به اصل موضوع نداره، یعنی کلن یه موضوع خیالی رو دارن راجبش بحث میکنن. یه دونه بحث مقایسه بدنه تیتانیومشه با آلومینیوم، یعنی اصلا از یه جای پرت و پلا این بحث معلوم نیست از کجا پیدا شده. داستان اینه که خیلی دیدیم این حرفو که میگن تیتانیوم گذاشته به جای آلومینیوم. اصلا همچین چیزی نیست. تیتانیوم جای استیله. آیفون های آلومینیومی هنوز هستن. آیفون 15 خالی آلومینیومیه، آیفون 14 خالی هم آلومینیومی بود و آیفون 14 پرو استیل بود، اصلا هیچ وقت آلومینیومی نبوده. آیفون های پرو همشون ببین از زمان آیفون ایکس بدنش استیل بود، XS استیل بود، بعد از زمان آیفون 11 شد دو دسته، آیفون های پرو بدن استیل، آیفون های معمولی بدن آلومینیوم و بدنه آیفون اصلی شاید مال زمان آیفون 7 بوده، مال آیفون 8 بوده که هم دوره با آیفون ایکس بود، مال آیفون قدیمیه، یعنی اونجوری بوده که پرچمداراش آلومینیوم بوده. الان خیلی ساله که پرچمدارهای اپل آلومینیومی نیستن، استیلن و الان از استیل اومده رو تیتانیوم، پس آلومینیوم رو برداشته جاش تیتانیوم گذاشته، از بیخ غلطه، استیل رو برداشته جاش تیتانیوم گذاشته. حالا وسطش وقتی بازش میکنی چیزی که برد روش پیچ میشه اون یه قصه دیگه است که الان آلومینیوم فلز توش، خب ولی اون بخش اصلا قرار نیست چیز کنه، یعنی وقتی اون جدا بشه که تو آیفون 15 جدا نمیشه، اون قراره ورق نازک باشه که فقط کمک میکنه یه سری چیزا پیچشن رو هم، کنار هم بتونن سوارشن. محتوای گوشی توی گوشی بایسته، کارش اینه، کارش مقاومت نیست. مقاومت گوشی دقیقاً بحث فریم دورشه. ببین وقتی آیفون های قدیمی تر استیل بود جنسشون، مجبور بودن برای اینکه مقاومت بالایی داشته باشه گوشی از استیل ضخیم‌تری استفاده کنن. ببین تیتانیوم محکم‌تره، استیل ضعیف‌تره، آلومینیوم هم که کلاً هیچی اصلا تو این لیگ نیست، هیچ ربطی نداره به استیل و تیتانیوم، هیچ رقمه، اصلا فراموشش کنیم. وقتی قرار بود از استیل استفاده کنه میتونه باید از یه ورق از جنس استیل ضخیم‌تری استفاده میکرد، یعنی دور گوشی اینجاها که قراره اینا کار کنه، کار بشه، استیل کار بشه، یه ذره ضخیم‌تره. حالا نه از بیرون ببینیم، از تو هم ضخیم‌تره و همین ضخامت خودش یه محدودیت ایجاد میکرد و باعث میشد دیسپلی طراحی شه که دور و حاشیه ضخیم‌تری داره. وقتی میان رو تیتانیوم که فلز مقاوم تریه، میتونه بدنه رو خیلی نازک‌تر کنه حتی از داخل، یعنی ضخامتش خیلی پایین تر بیاد نسبت به استیل قبلی که بود. به لطف همین داستان هم میتونه حاشیه‌های دیسپلیش بزرگتر شه، فضا باز میشه و در نهایت نمیتونیم بگیم آیفون های 15 پرو محکمتر از آیفون های 14 پرو هن. تقریبا همونه، فرقی نمیکنه. به لطف تیتانیوم تونسته سبکترش کنه و نازکترش کنه و فضای بیشتری داشته باشه. اما جریان اون عکسه چیه؟ ببینین پشت گوشی رو در نظر بگیرین، این ویدیو رو اصلا بیاین با هم نگاه کنیم ببینیم این عکس از کجا اومده. اون عکسی اسکرین شات این ویدیوه، ببینین. خب ببینین این اتفاق فقط برای آیفون 15 پرو مکس میفته که بزرگتره و شکل شکستنش، ببین وقتی بدنه خمشه و باعث شکستن این پشته، اولا اونقدر به هم نچسبیدن، بعد اینام تا یه حدی تاباوری دارن، تو وقتی داری این پشت رو باز میکنی تا حدودی خم میشه. دیسپلی آیفون رو میخوای باز کنی صاف اینجوری نمیتونی درش بیاری که همش چسبیده و بالاخره موقع باز کردن دیسپلی آیفون باید اولش یه ذره خم شه، پس یه انعطافی دارن قطعات گوشی.
اما اتفاقی که اینجا افتاده اینه که از وسط سوراخ شده. بگیریم مثلا از گوشی رو خم میکنیم اینجوری، یعنی ببین اگه اینو ما اینجوری بگیریم و شروع کنیم خم کردن، هیچ فشاری به پشتش نیاریم، اتفاقی که میفته اینه که اگه زورمون برسه و بتونیم تیتانیوم رو خم کنیم، این باید از وسط اینجوری بشکنه، اینجاها باید انقدر تا بشه که بشکنه که به این راحتی هم نمیشکنه. اما اینجا اتفاقی که افتاده اینه که شسته این پشته به این صورت داره فشار میده کارو، و وقتی فشار میده این دستش اینجاست و احتمالا این پشت خالیه، حالا یا مگنتشه یا باتریه که فلان هر چی هستش کنار این ور مادربرده، جایی که شستش میره تو. پس این هیچ ربطی این موضوع به بدنه تیتانیوم و این صحبت ها نداره. این پشتش که تیتانیوم نیست. خب یه چیزیه مثل آیفون های قبلی، فقط تعویضش راحت تر شده، یعنی حتی مقاوم تر هم نشده. حالا طراحیش اینجوریه که اگه اینجاشو با شست محکم فشار بدی، چون پشتش هیچی نیست، پر نیست، ممکنه بره تو و اینجوری بشکنه. یعنی مثل آیفون 6 پلاس نیستش که بذاری جیبت یهو زرتی مثلا خمشه و این حرفا اصلا نیستش. و موضوع همین خالی بودن این پشت آیفون های 15 پروه که اگه فقط این نقطه رو اینجوری فشار بدی و زیاد فشار بدی به قصد خم کردن گوشی، اون موقع اونجا ممکنه شستت بره تو و ممکن دستت هم زخمی بشه. ولی این هیچ ربطی به تیتانیوم نداره، همچنان اون تیتانیوم سر جاشه، محکمتر از بدنه استیلش هم هست. و وقتی من میگم تقریبا یکیه 14 پرو و 15 پرو، واسه اینه که این نازکتر شده، دیسپلی اومده کنارتر و آسیب پذیرتر میتونه باشه دیسپلیش. ولی خود فلزا رو و این دوتا رو بذاریم کنار هم، تیتانیوم یه هوا همچنان مقاوم تره با اینکه نازک تره و نمیتونیم بگیم چیزه. بعد ببین یه بحث هستش خود تیتانیوم محکم تره یا استیل. معلومه تیتانیوم خیلی با اختلاف محکم تره، اما یه بحث هم هستش که فرض کن تو یه ورق تیتانیوم داری، یا این ورقه یه چیزم اینجوری زیرش جوش خورده باشه، حالت 3 شاخه باشه، یا اصلا یه چیز گرد باشه، اینا مقاومت‌های زمین تا آسمون فرق میکنه. یعنی خود متریالیه، بحث طراحیش یه بحث دیگه که اصلا وارد اونا نمیشیم و به ما نمیخوره اصلا بحث اوناش. ولی در کل این بحث کلن شوخی بیش نیستش که آیفون 15 ضعیف بدنش میشکنه فلان بهمانه. آیفون 15 ها که همون آلومینیومی هن که قبلا بودن. 15 پرو هم محکمه. 15 پرو مکس اگه این پشتش اینجوری سوراخ کنین سوراخ میشه. زیاد چیز نکنین، حرف بیشتر شایعاته و من خودم متنفرم از شایعاتی که الکی آدم ها رو نگران میکنن یا الکی میخوان دلخوشی بدن به آدم ها. هر چیزی الکیش به درد نمیخوره به نظرم. خوب شد نمیتونیم بخریم، خوب شد رجیستر نشد، سوراخ میشه، شست تو بذاری فلان کنیم. این حرف غلطه به نظرم، دلخوشی الکیه. بعد اونی که میخواد بخره یا برنامه‌شو ریخته کلی پولاشو جمع کرده، الان مثلا داره از یه آیفون خیلی قدیمی استفاده میکنه، میخواد 15 بخره، یهو نگران میشه، حالش بد میشه. خب چی شد؟ پس من الان خواستم گوشیمو بروز کنم، اینم که میگن آشغاله، یه سال دیگه هم نمیتونم با این سر کنم. چاره چی؟ بره 14 بخره. 14 هم این همه حرف بود واسش، 1000 جور ایراد داشت، باتریش ال بود، فلان بود، بهمان بود و الان یادمون نیست اصلا مشکلات چی بود. 13 بخره، 1001 ایراد داشت، الان یادمون نیست. وقتی هم این چیزا تازه میاد خیلی حرفش داغ میشه. مثلا سوراخ شدن آیفون 15 پرو مکس قطعا از اون حرفاییه که 6 ماه دیگه یادمون نمیاد اصلا همچین موضوعی هم بوده، میره اون کنار مناره باز خودش. یا مثلا بحث داغ شدنش، ریویوهایی که من میبینم کسایی که کار اپل میکنن و میشناسن قضیه رو، میدونن چی به چیه، دقیق تر بررسی میکنن، هیچ کدوم مشکل حرارتی نداشتن. دما میره بالا و ما دمای
قابل چیزیه، بلایی سر گوشیمون نمیاره، حتی دمایی نیستش که تو بلند مدت بخواد آسیب بزنه به گوشیمون. فقط یه نقاطی هستش، میگن مشکل حرارت زیاد آیفون های 15، ولی در واقعیت این مشکل نیست، اوکیه تا جایی که وارد اینستا میشیم. وارد اینستا که میشیم اسمش میشه مشکل. چرا؟ چون اینستا هنوز آپدیت سازگار با دستگاه‌های جدید نداده و اصلا چیز دور از ذهنی نیست. ادوبی هم هنوز خیلی از چیزاش با اینکه نسخه M1 داره ولی خیلی از سخت افزار پردازندهای اپل نمیتونه درست استفاده کنه و استفاده نمیکنه، با روش‌های قدیمی و سنتی هنوز داره کار میکنه. یعنی چیز نامتعارفی نیست بگیم اینستا با اون یالو کوپالش نتونه یا آپدیت بده. نمیدونم سیاستشون چیه، سرشون گرمه چیه، ولی خب چیزی که برای ما اولویته برای اونا احتمالاً نیستش که دیرتر این کارو میکنن دیگه. خلاصه اپ اینستا رو میری توش، هیچ کاری هم نکنی همینجوری شروع میکنه داغ کردن و بخش مادربرد دستگاه داغ میشه که اینم یه آپدیت بیاد برطرف میشه، ولی مشکل دقیقاً توی اینستاست و با آپدیت اینستا برطرف میشه، هیچ ربطی به آیفون 15 نداره.